من خود محمد رجب از شهر پنجگین از جماعت اموندره قشلوق ترکروز 77 ساله نفقه خورم. درگاه خدا به من هزاران شکر که من 5 پسر دارم. 5 پسر دارم، یک دختر اینوالید یکم گروپ دارم. همین 5 پسرم با خواهش خودشان به پوسته و این کمسریت در وطن خدمت وطن مادر برافته خدمت کرد. من نفقه خور پسر آخرم کنجه ما 5 سال پول نفقه که خوندم. تاریخ باشتان شناسی 5 سال خونده تمام کرده. گفت که دادا من وطن مادر خدمتش نکنم و افش من هیچ جا کار به در آمدن هم نمیتونم، کار به نمیگیرد. گفته وای کرد. با خواهش خودش همه پسر خوردم وطن مادر خدمتش کرد. برای علم معلومات نو شدنش وای علم معلومات خودش 1 سال خدمت میکرد. بعد از که 1 سال خدمتش وای با اتوماتیک چیز که رتبات افسر داده ملک لیتنان زبان گرفت. لیکن من 2.5 سال بازم من یگان جا به شهر پنجگین به مراجعت نکرده جام نموند. یگان جا به کار به در آورده نتونسته سگم. من کم بغلی کرو سگم. بچم در اشکده شهر پنجگین به کار کردم میخواهد که من افسرم و من همه اشکده شهر پنجگین به کار کنم. پسرم رفت از در پیش عدلکدر شهر پنجگین و گفت است که قرار وزیر کارخانه داخلی در کار. قرار وزیر کارخانه داخلی به اینجا آوردم. یک بار من در آوردم خدا ما حل میکنیم این کار گفتن و وحشی هیچ وای نشد. هیچ وای نشد، نتیجه نداد. یگون گرم نتیجه نداد. دادارو حکم شهر برفته مراجعت کردم. حکم شهر سفر یکم ماونش و پرتافتن. یکم ماونشون درجه عرضه ما گرفته وای کردن و شغل اهالی با پرتافتن. شغل اهالی یک روز من به زنگ زدن که بچه تفرستان یک جا با کار هست همینه بیند فورت کار کند. گفته بچه ما فرستاندم شغل اهالی سردارش گفته است که کاخ جوانه بر رو همینجا با کار هست گرو کار کن. بچه رئیس کاخ جوانی نزدش بر رود گفته است که 2 ساله کار استاج در کار من با 2 ساله استاج کار داشته باشه من کار به میگیرم. این بچه من 8 سالگیش به خونده باشد 18 به میدارد. 5 سال خوند 24 به میدارد. 1 سال وطن مادر خدمتش کرد. خیلی استاج برده استاج کاری ساخته برده تیم من. اکنون از گازیته تاجیکستان من امیدوارم که همین یاردم کرده بچه من همین کار وای کردم با یاردمشون میرسد. گفته امیدوارم.